این ویدیو و آنچه که در این ویدیو میگم خاص و مخصوص برای آقایان عزیز است. پس شنونده و بیننده باشین و مرا همراهی بکنین. ببینید شما دوستان نهایت عزیز، یک مرد کوچکترین بی‌احترامی را از طرف خانمش تحمل کردن نمیتونه، چی برسه به خانواده خانمش که اگر یک چیز بگه دیگه خلاص شد، قطع برید شد دیگه، نه تو رفته میتونی خانه پدر نه اولادم میمونن که بره. اما همین مرد با غیرت و با غرور که حرف خانمش را تحمل کردن نمیتونه، در مقابل خانمش، همان زنی که به خاطر همین یک فرد همه دار و ندار خود، خانواده خود، عزیزترین های خود رها کرده و پای از این نشسته و عزتش و مالش و فرزندش نگهداری میکنه، در مقابل چشماش با یک فرد دیگه مسیج میکنه، با یک فرد دیگه حرف میزنه و بهانه‌ش هم چی است؟ مرد است دیگه، مرد خوی کارا را داره. عزیز ما، مرد بودن این نیست یک بارم که شده به یک بار خودتان در جای خانمتان قرار بدین، که اگر شما در همچین موقعیت قرار بگیرین چگونه واکنش نشان میدین. زنان اگر از لحاظ عاطفی بمیرن دیگر توقع هیچ چیز ازشان نداشته باشین. زبان بازی کردن، بی احترامی کردن، هر چی که کردن دیگه تقصیر از اونا نیست، از شماست.